کلا این رودشو خیلی جذاب. این استند رو ببین، یه کیسی که الان اون طرف وصله به سیستم، ولی ست کولینگ با رم رو ببین چقدر سینکه با هم دیگه. مهندس شما مشخصات این کیست هم به میگی؟ بله، این مادر بورد 790 گیمینگ ایکس، رم 2 تا 16 گیگه، بله، و سی پی یو هم کور آی 5 12400 که البته کولینگش رو چسبیده. بله. خب گرافیکش RTX چنده؟ 4060 Ti. آها 4060 Ti. پاورم 750 یودی بود. خیلی عالی. آقا یه نکته راجع به این کیس بگم که همه قطعاتش از برند گیگابایت و به خاطر همین خیلی سینکه.